داستان واقعی. من و نامزدم حامد وقتی که میخواستیم از مرز زمینی ایران به ترکیه بریم، سربازای ترک بلایی سرمون آوردن که در ادامه داستان با هم دیگه میشنویم. من زینب هستم، 23 ساله، از کرمانشاه. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم بخشی از زندگی خودمه که برام اتفاق افتاده و میخوام براتون تعریف کنم. من و حامد پسرعموم از 7 سال پیش شیرینی خورده هم شدیم و یه جورایی محرمیتمون رو خوندن. خانواده‌مون معتقد بودن که فعلا بچه هستیم و نمیتونیم سر زندگی بریم، پس بهتره صبر کنیم تا سنمون یه خورده بالاتر بره و بفهمیم که زندگی چیه. اون وقت با هم دیگه ازدواج میکنیم. همه چیز به خوشی و خرمی داشت طی میشد تا پارسال که پدر بزرگم به رحمت خدا رفت. پدر بزرگم توی روستا زندگی میکرد و مال و املاک زیادی داشت. کشاورزی داشت، تراکتور داشت، ادوات داشت، همه چیز داشت. خلاصه زندگی خوبی داشت. عموی بزرگم هم که میشه پدر حامد توی روستا با پدر بزرگم زندگی میکرد و امورات زندگیشو با زمینهای پدر بزرگم که خودش روش کار میکرد و بخشی از اونو بهش داده بود پدر بزرگم که روش کار کنه، از اونجا تأمین میکرد. اما پدرم توی چند سال پیش توی یه ارگانی قبول شد و رفت توی اداره توی کرمانشاه. به همین خاطر ما کرمانشاه زندگی میکردیم. من و حامد قرار بود که پارسال با هم دیگه عروسی کنیم و سر زندگیمون بریم، اما متاسفانه مصادف شد با فوت پدر بزرگم. به همین خاطر موکول شد به سالگرد پدر بزرگم، یعنی اینکه 1 سال صبر کنیم بعد از اینکه مراسم پدر بزرگم سالگردش رو انجام بدیم با هم دیگه عروسی کنیم. که این وسط ارث و میراث نذاشت. جنگ و جدال سر ارث و میراث باعث شد که من و حامد دیگه همدیگه رو نبینیم. عموی بزرگم زور میگفت چون من روی این زمینا زحمت کشیدم، عرق ریختم، باید به 3 قسمت تقسیم بشه. 1 قسمتش مال پدر من بشه و 2 قسمتش هم مال اون بشه. اما پدرم قبول نمیکرد. میگفت مگه همچین چیزی هست؟ من و تو 2 تا برادریم و دیگه میراثخور دیگه ای نداریم. پس این زمینا و همه چیز که هست بین من و تو به صورت مساوی باید تقسیم بشه. اما عموم زیر بار نمیرفت و میگفت نه، من باید بیشتر ببرم چون زحمت پدرم و مادرم و اینا رو کشیدم. مادر بزرگم هم هرچی اصرار میکرد نه اینجور نیست، باید بین همدیگه تقسیمش کنین، اما عموم قبول نمیکرد. مادر بزرگ بیچارم به خاطر اینکه طرف حق رو گرفته بود با بدخلقی‌های عموم و زن عموم مواجه شده بود و به همین خاطر دیگه اونجا توی روستا نموند و اومد شهر پیش ما زندگی میکرد. همه اهل روستا به عموم میگفتن تو داری ناحق میکنی، این ارث باید بین 2 تاتون تقسیم بشه، اما عموم قبول نمیکرد. به همین خاطر پدرم گفت من میرم قانون، اونجا شکایت میکنم، هر چی که قانون داد. خدا کنه اصلا قانون هیچی بهم نده، من دیگه نمیتونم با تو حرف بزنم. من میرم و از قانون داد خودمو میگیرم. عمومم چون فهمیده بود که قانون 100% طرف حق رو میگیره و مال و اموال رو نصف میکنه، به همین خاطر 1-2 نفر از بزرگای روستا رو واسطه کرده بود که بهش بگین شکایت نکنه، زمینا رو باهاش نصف میکنم، اما تراکتور رو بهش نمیدم. پدرم هم گفت نه، تمام چیزهایی که مال پدرم بوده نصف. شاید اول بهم میگفت زمینا رو نصف میکنیم، تراکتور رو بهت نمیدم، من قبول میکردم. اما با کاری که با من و مادرم کرد، مطمئن باش حتی اگه 1 قاشق هم باشه باهاش نصفش میکنم. مال دنیا ارزش نداره، اما داداشم بد کاری کرد. به همین خاطر همون جوری که پدرم خواسته بود تمام زندگی پدر بزرگم به صورت مساوی بین بابام و عموم تقسیم شد. اما خب دیگه این وسط من و حامد بیچاره شدیم. قطع رابطه.
بین دو تا خانواده. اما خدایا من و حامد چیکار کنیم؟ من و حامدی که چندین ساله به این دل خوش کرده بودیم که یه روز با هم دیگه ازدواج میکنیم و سر زندگیمون میریم. خب دوستای گلم، اگه تا اینجای داستان رو دوست داشتین لطفاً لایکو بزنید. یه روز حامد به دور از چشم همه بهم زنگ زد. گفت میخوام بیرون ببینمت. من که نمیتونم بیام خونه شما. پس یه قراری توی خیابون با هم دیگه بذاریم. منم قبول کردم. با هم قرار گذاشتیم و یه جایی همدیگه رو دیدیم. گفت یه فکری دارم. بیا با هم دیگه از اینجا بریم. گفتم مگه دیوونه شدی؟ اولا این کار خوبی نیست. زشت توی در و همسایه و فامیل. ما آبرو داریم. دوما کجا میخوایم بریم؟ به خدا هر جای این ایران که بریم پدرم و پدرت پیدامون میکنن. اون وقت دیگه هیچ وقت نمیتونیم همدیگر ببینیم. گفت نه، توی ایران نه. من یه آشنا دارم. یه آشنایی توی ارومیه دارم که گفته به صورت زمینی از مرز ردمون میکنه و به ترکیه میریم. من اول قبول نکردم، اما بعد از اینکه برام خوند راضی شدم که باهاش برم. یه روز کل طلایی که داشتم و پسندازی که داشتم و برداشتم و حامدم یه مقدار طلا و پسنداز داشت. برداشتیم و با هم دیگه زدیم به جاده. رفتیم سمت مرز. توی ارومیه با اون واسطه‌ای که باهاش حرف زده بود ملاقات کردیم. یه مبلغی رو بهمون گفت. پرداختش کردیم و قرار شد ما رو از مرز رد کنه. اون طرفی که ما رو معرفی کرده بود یه آدرسی بهمون داد. گفت برین اون آدرس. به محضی که به اون آدرس رسیدیم دنبال شخصی به اسم بایرام بگردیم. اون دیگه خودش میدونه چی کار کنه. همه چیزو باهاش هماهنگ کردیم. دیگه نگران هیچی نباشیم. ما همون کاریو که اون گفته بود و انجام دادیم. رفتیم یه رستوران بین راهی که بهمون آدرس داده بود. اونجا آدرس بایرامو خواستیم. بایرامو پیدا کردیم. همین که ما رو دید گفت از طرف فلانی اومدین. ما گفتیم بله. گفت بیاین با هم. تقریبا یه روز کامل با هم دیگه راه رفتیم. جایی نبود که باهاش ماشین بریم. همش پیاده روی بود. توی کش و کوم. بالاخره به اون جایی که باید رد می شدیم رسیدیم. مرز بین ایران و ترکیه. تقریبا دمدمای غروب بود که به اونجا رسیدیم. یه جایی پناه گرفتیم که مرزبانان ترکیه ما رو نبینن. همچنین مرزبانان ایران. جایی بود که یه مقداری دیدش کور بود. بایرام یه جایی رو بهمون نشان داد که گفت باید از اونجا از سیمهای خاردار رد بشیم. بعد از اینکه از اونجا رد شدین خودتون میرسونین به اون نیزارها. تقریبا نیم ساعتی پیاده روی میکنین تا به جایی برسین که یه نفر اونجا منتظر شماست به اسم عزیز. میرین اونجا بهش میگین بایرام ما رو فرستاده. طرف ترکه اما فارسی هم بلده. همین که به اونجا رسیدین دستتون رو گذاشین توی دست اون دیگه خودتون رو توی ترکیه ببینین. فقط باید این مسافت مواظب باشین. حواستون باشه که کاری نکنین که مرزبانا شما رو ببینن. من خیلی ترسیده بودم، اما حامد همش بهم دلداری میداد. میگفت دیگه راهی نمونده. تقریبا 1 ساعت دیگه ما دیگه توی ترکیه هستیم. اون وقت دیگه من و تو مال هم میشیم برای همیشه. دوایی پدر مادرمون رو بمونه برای خودشون. منتظر بودیم که هوا تاریک بشه. بعد از اینکه هوا تاریک شد از جایی که بایرام بهمون نشون داده بود از زیر سیمهای خاردار با بدبختی رد شدیم. به صورت خم شده و دلا تا اونجایی که تونستیم پامونو به فرار گذاشتیم و به سمت نیا رفتیم. اما از شانس بد ما یهو یه حیوانی از توی نیزارا در رفت. من خیلی ترسیدم و جیغ زدم. با جیغ من شروع شد به ایست زدن مرزبانان ترکیه. یهو چند تا نورافکن روی ما زوم شد و شروع کردن به ایستادن به زبون ترکی. ما هم صبر نکردیم. شروع کردیم به دویدن. اما اونا به محض اینکه ایست زدن شروع کردن به شلیک کردن. من از ترس چسبیده بودم روی زمین و گوشامو گرفته بودم و همش جیغ میزدم. اما چشم به حامد بود که داشت میرفت و با دست به من اشاره میکرد بدو. توی یکی از این بدوها دیدم حامد تخت روی زمین افتاد. اول فکر کردم اونم ترسیده و خودشو به زمین چسبونده که گولا بهش نخوره.
اما هر چی صداش زدم حامد چی شد که دیدم هیچ صدایی ازش در نیومد. خیلی ترسیده بودم، اما تو این ترس و هول و بالا یاد حرفای بایرام افتادم. دم آخری وقتی میخواستیم از زیر سیم خاردارا رد بشیم بهمون گفت اگه یه وقتی خدایی نکرده شما رو دیدن و بهتون ایست زدن، اولا فرار نکنین، وایسین، چون فرار کنین به سمتتون گوله میندازن و اگه تیر خوردین هر جور شده خودتون رو برسونین به سیمهای خاردار و وارد مرز خودمون بشین. همینجور که داشتم حامد رو صدا می زدم حامد بلند شو، به سمت سیم خارداره مرز خودمون شروع به دویدن کردم. چیزی نمونده بود که سربازا به هم برسن، اما هر بدبختی بود با اینکه بدنم هم کلش زخم شد از زیر سیم خاردارا، نه اون جایی که ازش رد شدیم، از هول و بالا اونجا رو فراموش کرده بودم و گم کردم. از این طرف ترش کل بدنم زخم شد، اومدم و وارد مرز ایران شدم. اما جسم بی جان حامد اونجا افتاده بود. من به کمک بایرام فرار کردم و دست مرزبانان خودمونم به هم نرسید. اما جنازه حامد بعد از کلی تشریفات و بیا و ببر و بگیر و ببر به خانواده‌اش تحویل شد. بله، من اونجا حامد رو از دست دادم. حامدی که کل زندگیم بود و حاضر بودم به خاطرش همه کاری بکنم، اما متاسفانه دست تقدیر ما رو از هم جدا کرد. خب دوستای گلم، این هم یکی دیگه از داستانهای کانال ما بود. امیدوارم که پسند کرده باشین و از شنیدنش لذت برده باشین. اگه تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین، لطفاً برای دلگرمی و ادامه کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و خوشحال میشم که لایک رو بزنید و ویدیوها رو با دوستای دیگه‌تون به اشتراک بگذارید و نظر خودتون رو در مورد این ویدیو برام کامنت کنید. ممنون و متشکرم.